خبرنگار ارشد امور خاورمیانه ما از بیروت همراه ماست. نفیسه، انتخاب عمان به چه دلیلی بوده؟ میدونیم که نقش تاریخی در میانجیگری برای ایران داشته. این بار چرا عمان انتخاب شده؟ دقیقاً فرین، کلاً به نظر میرسه که نگاه جمهوری اسلامی ایران به عمان به عنوان یک کشوری که در میان بقیه کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای دیگه این منطقه مثل ترکیه رویکرد نرمتری دارن نسبت به جمهوری اسلامی ایران و به نوعی قابل اتکاتر محسوب میشن. گفتگوهای قبلی پیش از برجام هم، پیش از به توافق رسیدن سر برجام هم عملاً اونجا بود که شکوفا شد و به نظر میاد ایران با اصرارش روی انتخاب عمان میخواست نشون بده که به نوعی دست برتر رو هنوز داره یا حداقل میتونه حرفش رو به طرف آمریکایی بقبولونه. این چیزی هست که من میبینم که در رسانه‌های ایرانی و حتی در رسانه‌های منطقه هم بهش خیلی اشاره شده و تمرکز شده، چون قبلا صحبت از این بود که آمریکا پیشنهادش امارات بوده اما ایران امارات رو نپذیرفته، به رغم اینکه پیام آقای ترامپ از طریق هیئت اماراتی به تهران منتقل شده بود، نامه آقای ترامپ. اما به نظر ایران به خصوص احتمالاً با توجه به روابط نزدیک این یک دو سال اخیر بین امارات و اسرائیل نخواسته چنین چیزی رو بپذیره. عمان عملاً در رو به روی رسانه ها هم بست برای پوشش خبری که تصور این هست که این ندادن مجوز برای حضور رسانه های بین المللی جز شبکه خبری رسمی جمهوری اسلامی ایران و اسوسییتد پرس به عنوان یک خبرگزاری آمریکایی به درخواست احتمالاً جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته برای کنترل اون روایت ها